در جهان امروز که اقتصاد ملی با تغییرات جهانی روبرو است، نیاز به اندیشه و تحقیق عمیق از هر وقت زیادتر احساس می شود. جامعه می تواند استوار و پایدار بماند که زمینه مالیوی و اقتصادی آن با دانش، تحلیل و پیشبینی درست اساس یافته باشد. در همین زمینه سهم پژوهشگران ساحه مالیه و اقتصاد در تشکل سیاست اقتصادی کشور بی‌نظیر است. یکی از چهره‌های برجسته این ساحه دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور منظور کوشانووا می باشد که طول چند ده ساله فعالیت علمی و تحقیقاتی خود را به تحکیم اساسهای نظریوی و عملی در نظام اقتصادی تاجیکستان بخشیده است. در دانشجویی من فقط در کنفرانس‌های علمی اشتراک می‌کردم. گویم المپیادهای بین المللی اشتراک کرده، کارهای علمی، کارهای تحقیقاتی رو با چخسلواکیه، با وینگریا، با کیف، با روسیه روان کرده یک جای می‌گرفتم. لیکن علاقه همین گویم همچون تحقیقاتی من در گویم دانشجوییم آبوتاب یافتم. همینم البته یاردم رسوند که کارهای علمی تحقیقاتی اوید به اقتصاد رو جانب کنم و شاگرد تیار کنم. انا میخوام کنفرانس ها جدایم خوب است که ما از آنها یک معلومات میگیریم، آنها از ما میگیرن معلومات و همین سویه دانش گویم شاگردان دانشجویان را و علمان قوی تر میکنند. همین خوب است. هر یک چیزی ایجادیه که انسان مییابد از خصلت خوب یک دیگرش مییابد. این جستجوی ها از ایجاد است. صحبت معلمان هم خودشون جستجوینده یا ایجاد کننده هستند و صحبتشون هم جوینده یا ایجاد کننده است. این گونه خصلت را کم آدم‌ها صاحب هستند. سال گویم 2006 من اینجا کتاب برآوردم. منوگرافیا، کتاب‌های درسی، لغت انگلیسی، روسی، تاجیکی، تصویری، این هم ترجمه کردگی نه تصویر دادگی و همین لغت من با پتنت گرفتم. پتنت یعنی در نمودی گویم رقمی کنونی ما این لغت رو تیار نمودیم و 2 پتنت من 2011 گرفتم، دویمش 2022 گرفتم پتنت و این با لغت های گویم الکترونی و حاضر باشد همین لغت رو من با تلفن جا کرده ایستادم با واسطه گوگل رو، یعنی این موبیل پریلاژینی چخیل لغت های اکسفورد است و ترجمه کلمه به کلمه، این ترجمه تفسیری یک ترمین می شود مفهوم و این مفهوم یعنی معنی دار میکنن. اینم لغت گویم با زبان روسی، انگلیسی، تاجیکی، یعنی این دستاورد است. دستاوردی نه تنها دستاوردی من بلکه دستاوردی همین گویم دانشگاه مالیه و اقتصادی تاجیکستان می باشد. حاضر کتابی نو بنویسم به نقشه‌گیری و آینده بینی مالیوی، همین رو در مشاوره وزارت جمهوری تاجیکستان گویم وزارت معارف و علم تصدیق شده است. معلم عزیز در دانشگاه دولتی مالیه اقتصادی تاجیکستان از سال 2018 در کافدره مالیه و فعالیت کاری را گویمگر در 45 سال فعالیت کاریش همچون آموزگار در تعلیم و تربیت نسل نورس تیار نمودن کادرهای علمی پداگوژی و شاگردان درس میگوید. بعد ختمشون شاگردان در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و در دلق کارخانه های جمهوری تاجیکستان به کار دعوت میکنند. فعالیت علمی پروفسور منظور کوشانووا از سالهای 80 آغاز یافته در محیط پژوهشی مسکو در اکادمی علم‌های پداگوژی و پسیخولوژی با تحقیق مسائل مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی و عامل‌های روانی در رشد کادرهای ساحه اقتصاد آغاز یافت. بعدتر در تاجیکستان او این تجربه علمی را با شرایط نو مطابق کرده به سمت آموزش اقتصادی دموگرافی، استراتژی رشد اجتماعی و عامل‌های مالیوی استوار اقتصاد ملی را تحکیم بخشید. زبان روسی، زبان انگلیسی کدی من بسیار شوق داشتم و داخل شدم به دانشکده آموزگاری، همونجا را ختم کردم. لیکن بعد ختم دانشگاه من که بسیار روانشناسی کدی شوق و رغبت داشتم، مسکو
5 سال خوندنی رفتم، 2 سال کارآموزی و 3 سال همون گویم پژوهشگاه پداگوگیکا و پسیخولوژیا از فن گویم پسیخولوژیا من دیسرتاسیا نوشتم و سال 1987 اون رو دفاع کردم. همچون روانشناس بودم، کار کردم، فعالیت میکردم، شاگرد تیار میکردم از فن روانشناسی. لیکن همین خیلی شد که دکتر، آموزگار، انجینیر، همه نسل نورس از همینا دانش میگیرن و غیره غیره. بعد من همین وادار کرد که اوید به کارهای اقتصادی اجتماعی دست زنم و رساله دکتری نوشتم که 2004 رساله دکتری اوید به یعنی ساحه اجتماعیات دفاع کردم و دکتر علم اقتصاد شدم سال 2004. امروز زیر راهبری معلمه یک قطار عنوانجویان دکتران دفاع رساله نامزدی نمودند و در پیشبرد فعالیت علمی تحقیقاتی علیخصوص هم در سمت نظریه و هم در سمت استحصالات سعی خویش را گذاشته ایستادند. از جمله خود من تحت راهبری معلمه عزیز دفاع رساله نامزدی خویش را به راه موندم و سزاوار درجه علمی در سمت علمی اقتصادی از روی اختصاصی مالیه گشتم. حالا شاگردان من در تمام ساحه‌های اقتصادیات فعالیت میبرند. وقتی که تو شاگرد تیار میکنی یک خرسندی است، چون که این نه تنها من شاگرد تیار میکنم، چون این شاگرد علاقه به وطن خدمت میکنه. اکنون سهم من که به شاگرد گذاشتم، شاگرد به وطن خدمت میکند. اینا بینید که همین زینه به زینه، یعنی گویم عصر به عصر این همین خدمت ما میگذرد. چخیل که کتاب رو مینویسیم، کتاب رو علاقه دیگر نسل میخواند، این همین شاگرد تیار کنیم. همین برای همین من خیلی خرسندم که زیاده از 6 دانشمند تیار کردم. اینها دفاع کردن، نامزد علم اقتصاد شدن. در جمهوری گویم اونها ابروی اعتبار گرفتن. پروفسور کافدرای مالیه دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان منظوره کوشون و همیشه در تحقیق و پهلوی عمیق مسئله می‌نگرد. برای او رقم تنها نشان دهنده نیست، آن بازگوی سیاست اجتماعی و فرهنگی جامعه است. همین نظریه فراگیر او را وادار ساخت که به آموزش روندهای ماکرو اقتصادی در شرایط گزارش از اقتصادی به نقشه گرفته و بازار رو آورد. در پژوهش‌های او تناسب بین رشد اقتصاد و سیاست اقتصادی، مسائل استواری مالیوی، پیشگیری تورم و عامل‌های رشد استوار اقتصادی ملی موقع خاص دارند. وقتی که ما میگیم رشد اقتصاد تاجیکستان، ما پیش از همه برنامه‌های نگاه میکنیم. همین برنامه گویم استراتژی ملی رشد اقتصاد تا 2030 علاقه گفتگی که مسئله افضلیت ترین کدوم است. مسئله افضلیت ترین این مسئله گویم رشد صنعت در تاجیکستان باید چقدر کارخانه کشوده شود، همون قطر جای کاری کشوده میشد. همین صاحبکاری هم همین صاحبکاری، مثال کارخانه خرد، کارخانه میانه و هر یک کارخانه تشکیل شده این کارخانه یعنی جای کاری شده، جای کاری میکشه. رشد صنعت در جای اول میستد و همین گویم این از بنبست کمونیکاسیونی گذاشتن، ساحه گویم اجتماعی جانو کردن، همه همین اگر صنعت رشد یابد همین یعنی پای هم یعنی مسئله حل خودش مییابد. این مسئله از بنبست کمونیکاسیونی گذاشتن حل خودش یافتگی، لیکن باز جانو کردن در برای این بانوی دانشمند دانشگاه تنها مکان کار نیست، آن جایی است که اندیشه ها میپزند و شاگردان رشد میکنند و علم روشنی میگیرد. پروفسور منظوره کوشون و در تعلیم نه تنها دانش بلکه فلسفه تحقیق را نیز به شاگردان میآموزاند. وقتی که هر صبح من به وارد همین دانشگاه میشوم، من پیش از همه میخواهم که با خوشحالی درآیم. این یک. دوم میخوام که دانشجوی ما همه وقت در درس‌های من اشتراک کنن، چون که من
از دانش آموزی و یا بهره میگیرم. بهره چی طرز؟ همون خلقی و یا وقتی که جواب میتین به سوال من و با من بحث میکنن، من یک قنات گویم خوبه میگیرم، میگم که ها درس من امروز بیهوده نگذشت، درس من امروز یک ثمرناک گذشت و یک دانشجو امروز دانش آموخت و این دانشش رو میتواند استفاده برد. میگن که اگر دانش فایده نبیارد و دانش ثمرناک نیست. دانش کی فایده میارد؟ همون وقت میارد که وای معرفتش بلند میشود، مدنیتش بلند میشود. چقدر دانش بلند شد همینقدر مدنیت بلند میشود و همون قدر جامعه هم گویم رشد مییابد، هم از جهت اقتصادی و هم از جهت گویم معنوی جامعه رشد مییابد. معلم عزیز وقتی که داخل دانشگاه می شود از خرد تا بزرگ معلم را احترام میکنند، چون که هر یک شخص از خودش وابسته هست. معلم عزیزم یکی از شخصیت‌های با نفوذ در خود دانشگاه دولتی مالی اقتصادی تاجیکستان و بیرون از اون که در دانشگاه گروه‌های تعلیمی که از کرسی 1 تا کرسی 4 تحصیل میکنند در اختصاص مالیه دانشگاه دولتی مالی اقتصادی تاجیکستان، معلم با 3 زبان درس میگذارد: زبان تاجیکی، زبان روسی و زبان انگلیسی. آزاد درس میگذارد، یک اون مشکلات نیست. معلم برای همین احترام خاصه در داخل دانشگاه دارد. دانشجوی ما در خطای میخونند، در روسیه میخونند، در گرمانیا خوندن. وقتی که من با خودم فعالیت خودم رو همچون دکان فاکولتت میبردم، همونجا دانشجوی من دویم هر دقیقه وای میکردم، فودور میکردم خوندن چیزی لازم، خوندن در کار است و همین ترسی وای رو دویم نیست میکردم که رفته دیگر دولت ها بخونید، دیگر دولت ها بخونید، جهان بینیتون بلند میشد، وسیع میشود و به حضور گفتگو میکنید با ملت های دیگر چیزایی میفهمید، میسنجید که چی در کار به دولت خودتون که از همون بیرون از مصر تجربه بیارید و به اهالی ما خدمت کنید. این بسیار هم لازم. من 5 سال مسکو به وقتی خوندم، بسیار دانش‌های من در مسکو گرفتگی من در همین لحظه در همین تجربه خود استفاده بردم. وقتی که من در بانکی رشد آسیا کار میکردم، گویم بانک جهانی کار میکردم، اینم یک تجربه بود. تمام من از پشت همین فعالیت کاریم تمام منطقه تاجیکستان وای کردم، دیدم، رفتم، آموختم جهت های اقتصادی اجتماعیش. بیرون از تاجیکستان در پولش بودم، در گرمانیا بودم، گویم در فرانسه بودم. حضور میخوان با سینک تنگ رو در همین دانشگاه خودم رو جانا کنن. این سینک تنگ چی گفتن گپ؟ یعنی جمع عقل ها، جمع عقل هایی که ارخیف برین جمع میشود. عقل ها میگن که عقل ها رو عقل ها یاریدین، مشورک ادراک و اشیاریدین. در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور منظوره کوشون و نه تنها همچون آموزگار بلکه همچون محرک فکری و علمی شناخته شده است و شاگردان زیادی را به تحقیق علمی جلب نموده و آنها نه تنها دانش نظریوی بلکه ذوق آموزش علم را می‌آموزاند. دانشجو برای علم آوردن این جدا هم مسئله وزنین، برای که وای هوسمند کنی برای علم و چقدر باید همه خیل مفهوم های ساده بیاری که گویی که علم چیزی وزنین نه، این تحقیقات فقط گذراندن در کار. همین هوسمند کرده همین نتیجه های هر منوت گفته ایستی، بعد وای با علم جد و جهت میبخشد و میگن که اهم کاری آسان علم و اهم کاری وزنین علم. اگر علم بدوده شوی تمام راحت کشوده میشود، چون که علم یگانه راهی است که تو به همه سوالات جواب داده میتوانی. لیکن با همین علم وارد شدن این از مهارت آموزگار وابسته. چقدر آموزگار جلب نماید همون دانشجو، همون قدر و با علم داده می شود و
یعنی تحقیقات خود رو میگذراند. همین علم از همون رفرات ها سر میشوند، برآمد ها سر میشوند. در همین دانشگاه یگانه دانشگاهی که تمام تجهیزات ها با فایز بلند نسبت به دانشگاه جمهوری تاجیکستان این ریتینگ گذراندن و بهاگذاری کردن که در اهمیت در دانشگاه دولتی مالیوی و اقتصاد تجهیزات ها به درجه بلند این هم اکسپرتانی خارجی تصدیق کردن هم اکسپرتانی وطنی. من میگم که پریزنتاسیش تیار همش دست میبردارن که پریزنتاسیا کنن، چون که پریزنتاسیا کنن دیگه خلق قبول میکنن و همچون معلم پریزنتاسیش به ما پیشکش میکند و بعد با من میگم که اکو پیشکش کردی نقص اکنون سوال تکنی بچه ها فهمیدن یا نه گفته خودش به من امتیاز میتیم و علاقه همچون استاد دانش خود رو پیشنهاد میکند و میسنجد. همین نقض است. دانشجویان و معلمان را برای همین بسیار دوست می‌دارند و احترام میکنند و از خفای معلمان میدوند که به ما این مسئله و مسئله را فهمون گفته. خودی اعضاهای کافدر هم همین که معلمان درتر آمدن میگن معلمان کجا باشن ما معلمان را یاد کردیم گفته. همیشه ما محیط اویله بر این محیط را با شرافتی معذرت خواهی در کافدر داریم و همینطور فعالیت کرده شدیم و بسیار کارهای ایجادی که در کافدر صورت میگیرن اون کس راهبری میکنن یا بعضی سمت‌هایش رو نشان میدن که این کار کردن در کار است. همین گونه خصلت نجیب دارن. معلم عزیز بیشتر در کافدر که دست جمعانه کار و فعالیت میکنیم همه ساله نه کمتر از 3 تا 4 مرتبه سمینارها جهتی نوشتی کارهای علمی رساله‌های دکتری با سهم خودی عنوانجویان دکتران میرسونند و از اینجا شاگردان با توصیه‌های خوبی علمی میتونن و در اولیده با شاگردانی که راهبری علمی میکنن روزهای مخصوصی قبول شاگردان را پیوسته توصیه‌های علمی عملی میدهند و قلم اونها را گرفته دستشان راست مینامند. با یک شاگرد دیگرم اوید با استواری مالیوی تیار آماده است دیسرتاسیش باید به دفاع براید. ما اوید با کارخانه خردمیانه علاقه کتاب آماده کردیم. وقتی که رساله دکتری من نویسم من خواستم فقط به یک سوال جواب دهم کمبیزاتی پس کنیم. کمبیزاتی 82% حوض 24% پس فرامد. این خیلی گویم نتیجه های نظررس است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت همه قطر کوشش کردن، همه قطر غیرت کردن، چون که سال 94 97 فقط میگفتن که من صلح میخوام، من تنها صلح میخوام. همین صلح به همین نتیجه آورد. این صلح جدا هم گویم با ما قیمت آمد. من حالیم وقتی که درباره همین سالها میگم بدنم وای میشود میلرزد، چون که ما همین دوره گذشتیم. بانوی دانشمند منظوره کوشان و یکی از اولین محققان بود که مسائل اقتصادی گندری، نقش زنان در اداره مالیه و عامل‌های اجتماعی رشد بازار مهنت را در دایره تحقیقات اقتصادی مورد بررسی قرار داد. این سمت‌ها امروز در مرکز توجه جامعه جهانی قرار دارد، ولی او هنوز در سالهای 2000 درباره این موضوعها مقاله‌های علمی انتشار داده بود. خیلی که دور پیش میگفتن که مکتب کلاسیکی است، مسئله اقتصادی ساده حل میکردن. بعد مسئله کنسیانی این اوید به امانت، اوید به فایز امانت مسئله گذاری میکردن. مکتب مانیتوری این مسئله پولی رو حل میکردن. مثلا حوزه رقمی کنونی، حوزه همینا باید به رقمی کنونی گذارانیم و چطور با زودی مسئله حل میشود. حوزه برنامه رقمی کنونی این اقتصادی است، این افضلیت است در تاجیکستان. ما نسبت به همین گویم رقمی کنونی تعلیم دانشجویان ما را گویم زیاد کردنی، تکمیل دادنی، نه تنها دانشجویان استفاده برند از همین پروژه، بلکه
устодо немоям. ҳозир мо бисёр нақша кардем ки сафарҳои яъне лексияхонӣ ба давлатҳои дигар равем, давлатҳои гӯем Ӯзбекистон, Қазоқистон, ки англисия медонад, бо давлатҳои хориҷӣ, ки русиро медонад, давлатҳое ки рӯззабон унҷа ба сафар кунему лексияи худамонро яъне дар ҳамон ҷо хонем. ин ҳам як иқдоми хуб аст. докторинҳои иқтисодӣ Кошонова Манзура Раҳматҷоновна яке аз олимои барҷастаи соҳаи илми иқтисод арзёбӣ мешавад. китобҳои дарсӣ ва соитҳои таълимӣ, дастурҳои методӣ рӯи чоп овардан имрӯз дастраси хонандагон гаштааст ва дар таълиму тарбияи насли наврас ва пешбурди корҳои илмии таҳқиқотии кишвар саҳми назарраси хесно гузоштааст. ҳамчун зан модар ман шаб баромада мехонам, ҳамаи мехобонаму мехонам. забони англисиям амахел 4 саҳар то 7 саҳар мехондам. баъд забони англисия омӯхтам. агар мақола ё ки кори илмӣ дар кор бошад, ҳамая ҷо ба ҷо мекардам, мехобондам. баъд чиста, чунки кори илмия дар оромӣ мекунӣ. ҳамин агар ту ба илм дода бошӣ, вақт меёбӣ. вақте ки кори илмӣ мекунам, ҳаловат мебарам. чунки ҳамин берун ба баромада бекор вақта сарф кардан, ҳамин кори илмӣ мекунӣ, як чиза баланд, маърифатат баланд мешуд, ба омада донишҷӯё ба мегӯӣ, худи устодо ба гап мезанӣ. ва ё вақти ҳамха карда гӯш мекунам ку ту аз инҷа ҳавасманд мешавӣ ки дониши ту дар кор шуди ноба. китоби охирини ман ба нақшагирӣ ва ояндабинии молиявӣ. забони русӣ банависам, ози забони тоҷикӣ ба мебирояд. муаллима Кошонова дар тӯли фаъолияти кории худ 5 китоби дарсӣ, 5 васоити таълимӣ ва 5 та монография дорад. дар баробари ин муаллимаи азизам яке аз омӯзгорони беҳтарин дар донишгоҳи давлатии молияи иқтисоди Тоҷикистон мебошад. фаъолияти доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Манзура Кошонова на танҳо дар донишгоҳ, балки дар муассисаҳои таҳқиқотии давлатӣ низ идома ёфтааст. дар солҳои охир ӯ ҳамчун профессори кафедраи молия дар ҳамоҳангӣ бо вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои таҳлиливу омӯзиширо роҳбарӣ менамояд. ва ҳамин аст ки нақши чунин пажӯҳишгарон дар таҳияи стратегияҳои давлатӣ, хусусан дар бахши молияи ҷамъиятӣ ва сиёсати иқтисодии иҷтимоӣ хеле муҳим аст. муаллима бештар бо маъмоҳои устувории молиявӣ ва ба нақшагирии молиявии субъектҳои иқтисодиёт машғул ҳастанд ва вақтҳои охир ба баъзе паҳлӯҳои хавфҳои молиявӣ дар иқтисодиёт амалкунанда ҳам машғул ҳастанд ва аспирантҳояшон вобаста ба мавзӯъҳое ки онҳо баррасӣ карданд, ҳамаи мавзӯъҳое ки ҳаст муаллима роҳбарӣ мекунад, доир ба мавзӯъҳои дар кафедра амалкунанда ба фаъолият мекунанд. аз замона пештар пешгӯӣ мекунанд ки ин хислаташ аст. ман боварии комил дорам ки рушди иқтисоди Тоҷикистонро мо бо зудӣ мебинем, чунки аллакай мо дида истодаем ки гӯем ММДи Тоҷикистон ҳар сол баланд шуда истодааст. маошҳои аҳолии кормандони омӯзгор духтуроям баланд шуда истодааст ва фикр мекунам ки сатҳи зиндагии аҳолӣ, ман худам ҳамин масъала ба тадқиқот гузаронда истодам. сатҳи зиндагии аҳолӣ бинед маърифат, тандурустӣ ва доштани автомобил. ҳозир бинед автомобил чӣ хатар дар Душанбе ҳар доим танба аст. این طرف میره تنبه، این طرف میره تنبه. من همین میخوام که شاگردان من، آموزگاران من چقدر توانن دانش از خود کنن، چونکه دانش این چیزی بزرگ است. دانش طلب و بزرگی آموز دو پیش نگرد روزت از روز. واقعا هم هر ملت عالمانی را دارد که روشنایی خرد را برای دیگران می افروزند. دکتر علم‌های اقتصادی، پروفسور کافدرای مالیای دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان، منظوره کوشانова از همین زمره است. زمره آنهایی که با خامه تحقیق، با قلب صادق و با اندیشه روشن
ба иқтисод ва ҷомеаи худ нур мебахшанд. Илм танҳо роҳи донистан нест, он роҳи хирад, роҳи масъулият ва роҳи хидмат ба халқу миллат аст ва рӯшноии ин роҳ дар дилҳои боқӣ мемонад, ки мисли бонуи донишманд Манзура Кошон ва илмро ба маънои ҳақиқии зиндагӣ табдил додаанд.